ورزشگاه شهید عضدی شهر رشت با پخش زنده دیدار دو تیم داماش گیلان و صنعت نفت آبادان، دیداری که از هفته 26 رقابت لیگ دست اول فوتبال باشگاه کشور با سوت داور این دیدار آغاز شد. یه سلام هم بکنم از شمال ایران به جنوب ایران، مردم خونگرم آبادان و طرفداران تیم صنعت نفت آبادان و همکاران خوبم که در استودیو حضور داشتن و با گزارش این بازی در خدمت شما خواهیم بود. ترکیب دو تیم رو خدمت شما اعلام کنم. در تیم داماش گیلان که علی نظر محمدی 11 بازیکن رو به مسابقه فرستاده، کنعان طاهر نژاد، محمد سجاد قلی بیگی، علی خدایی، میلاد روین، امیر محمد سیمانپور، سید محمد میری، میعاد یزدانی، رامین آقالو، مرتضی اشکانی، یوسف بهزادی و رضا زاهد تبار بازیکنایی هستن که علی نظر محمدی به زمین مسابقه فرستاده. در همین ابتدای کار یک کورنر به دست میاد برای تیم داماش گیلان از سمت راست، کماکان موقعیت دارن و باز هم اعلام خطا میشه. اما برای تیم صنعت نفت آبادان حسین سنگرگیر، عرفان قهرمانی، مرتضی خراسانی، مهران امیری، حسین شنانی، ابوالفضل بابادی، مجتبی لطفی، کوروش ملکی، طالب ریکانی، فرشاد محمدی و متین کریمزاده
11 بازیکنی هستن که فراز کمالوند به زمین مسابقه فرستاده. ضربه خطا به دست اومده برای ها. میاد یزدانی پشت این توپ ایستاده، خود میاد محوطه جریمه رو هم میبینید، آماده از میاد یزدانی توپ رو بفرسته داخل محوطه جریمه. برمیگردونن مدافعین، دوباره موقعیت برای بازیکنان داماش و باز هم مدافعین تیم صنعت نفت آبادان توپ رو نصف و نیمه برگشت میدن، باز هم به چپ میبرن داماش هم نیست، به دنبال توپ هستن که یک بار دیگه توپ رو از دست میده مرتضی اشکانی. حالا از سمت راست تیم صنعت نفت که در میانه راه باز هم این داماشی هستن که توپ رو میگیرن. داماش داره در خانه خودش بازی میکنه و یه خورده فشار هم در ابتدای بازی زیاد شده. رضا زاهد سوار، فرصت هست برای سیمانپور، خود سیمانپور برخورد به بازیکنان و مدافعین تیم صنعت نفت. طوفانی آغاز کرده داماش همین ابتدای کار. داور وسط این دیدار آقای ناصر جنگی است، کمک داور اول بابک خسروی و کمک دوم هم رضا بابا رئیسی است و داور چهارم هم سیاوش خالقی. ناظر داوری این دیدار آقای محمد حسین اسدی، آقای حسن نوشهور هم ناظر برگزاری این دیدار هست. توپ در اختیار بازیکن تیم داماش قرار میگیره. داماشی ها باید این توپ رو بفرستن. دورخیز میکنن بازیکنان داماش، دوباره توپ رو خواهند زد و رو به عقب برای دروازه‌بان خودشون. پنج دقیقه و 14 ثانیه از این دیدار رو پشت سر گذاشتیم. 0-0 مساوی برای هر دو تیم. یک بار دیگه بازیکن تیم داماش در میانه راه، اعلام خطا میشه. فراز کمالوند رو میبینید، سرمربی تیم صنعت آبادان. یک بار دیگه حالا از سمت راست بازیکن تیم داماش تا به توپ میشن اما توپشون نمیرسه به میلاد رویین. کماکان توپ رو بازیکن تیم صنعت نفت آبادان در اختیار دارن. دو تیم صنعت نفت آبادان و داماش گیلان از تیم‌های پرطرفدار فوتبال کشورمون هستن. هر دو تیم در لیگ یکی حضور دارن که جایگاهشون واقعا اینجا نیست، میتونن در لیگ برتر هم حضور داشته باشن. دو تیم پرهواداری که در فوتبال کشورمون حضور دارن. هواداره تیم صنعت نفت رو هم میبینم که به ورزشگاه اومدن، از راه دور هم تشریف آوردن، در کنار هواداره داماش تشویق تیم محبوب خودشون میپردازن. پرتاب برای داماشی ها. پرتاب رو کنعان طاهر انجام خواهد داد. خود کنعان رو به عقب برای بهزادی به چپ میفرسته، دوباره به راست کنعان طاهر نژاد. قلی بیگی به میانه میدان، سیمانپور یه لحظه توپ میخواست اما توپ بهش نرسید. یک بار دیگه کنعان طاهر نژاد صاحب توپ هست. خود کنعان حالا از سمت راست دوباره حمله برای داماشی ها و توپی که این هم علی نظر محمدی که در کنار زمین یه لحظه دیدید، سرمربی تیم داماش گیلان. علاوه بر اینکه
دو تیم‌های با سابقه و قدیمی فوتبال کشورمون هستن. کمالوند در صنعت نفت و هم علی نظر محمدی در داماش گیلان. هوادارهای داماش هم از ابتدای لحظات قبل از شروع بازی در ورزشگاه حضور دارن، به تشویق تیمشون دارن میپردازن و قطعا این تشویق رو تا دقیقه 90 ادامه خواهند داد. در شماره 2 سنگرگیر با ضربه سر توپ رو برمیگردونن بازیکن تیم داماش در میانه میدان. باز هم توپ و زمین رو در اختیار دارن بازیکن تیم داماش. رو به عقب میارن. کنعان توپای میلاد روحین جفت جور نشد. این هم هوادار تیم داماش که دیدید یه لحظه در گوشی از زمین علی نظر محمدی رو نگاه کنید، معترضه، میگه باید با کف پا توپ رو بزنه نه با پشت پا. به هر حال علی نظر محمدی خب در کنار زمین همه نکات رو بازیکناشون تاکید میکنه و باید ببینیم که در این چشم به بازی‌های باقی مونده داره. ببینید با توجه به اتفاقاتی که در نیم فصل اول برای این تیم افتاد، باید ببینیم که در نیم فصل دوم چطور میتونه سهمیه خودش رو در رقابت‌های لیگ یک حفظ کنه. لحظه توپ رو بازیکنان صنعت نفت برمیگردونن. کاماکان توپ رو در اختیار دارن. 11 دقیقه از این دیدار رو پشت سر گذاشتیم. 0-0 مساوی. از ابتدای کار با حملات خودش شروع کرده بازی رو. یک بار دیگه از سمت راست زمین رضا زاهد صبار نتونست بیاد که از این توپ استفاده کنه. یک بار دیگه حالا یه شوت از بازیکن تیم داماش رو میاد یزدانی که توپش به بیرون میره. خطری هم روی دروازه صنعت نفت نداشت. کوروش ملکی بازی رو آغاز خواهد کرد. بازیکنی که در گیلان هم بازی کرده، کوروش ملکی در تیم سپیدود رشت هم حضور داشته. سپیدود دیگه چی بگیم ازش که کلی گرفتاری برای این تیم به وجود اومد و امروز هم حتی بازیکنان این تیم حاضر نشدن به اهواز برن با تیم استقلال زیدون بازی کنن و میشه گفت جای تأسف داره برای کسایی که نتونستن تیم رو حتی برای یه مسابقه ببرن. واقعا نمیدونم حالا کدوم یکی از این دوستانی که مسئول هستن باید بیان و جوابگو باشن. یک بار دیگه از سمت راست بازیکن تیم داماش گیلان برگشت تو. باز هم رضا زاهد تبار یه لحظه سجاد قلیبگی بود که توپ رو در اختیار داشت. رو به عقب دوباره بازیکن تیم داماش برگشت توپ از مدافعین. یه بازیکن روی زمین افتاد. اعلام کوروش ملکی بازی رو آغاز خواهد کرد و این ضربه خطا رو خواهد زد. میاد و با بازیکن تیم خودش صحبت میکنه. کوروش ملکی داماش گیلان که در تصویر میبینید متاسفانه حالا خبر میدن که حسین کمالی از لیدرهای خوب تیم سپیدرود رشت هم لحظاتی پیش جان به جان آفرین تسلیم کرده. در هوادار متاسف توپی که فرستاد و اعلام آفساید شد. مرتضی اشکانی توی آفساید قرار داشت و این هم داور چهارم. نیمکت داماش رو میبینید. یه لحظه ماهان باقری پور و سید حسین حقشناس، اسماعیل فطرتی، محمد رستمی حالا رو نیمکت بود. آرمان لطف خدا، محمد خردمند، محمد رضا عرب، مانی عطایی فرد، بازیکن خوبی هم حالا رو نیمکت داماش نشستن. باید ببینیم که چه نتیجه رو داماش خواهد گرفت در نیمه
در این دیدار آیا در نیمه دوم بازیکن‌های مد نظر به زمین خواهند اومد یا نه به تصمیم کادر فنی مربوط میشه. یک بار دیگه داماشی ها بازم بازیکن تیم صنعت نفت آبادان از سمت راست و یه توپ روایی خوب مدافعین تیم داماش. دوباره اشتباه زرتپوشان تیم صنعت نفت که اعلام خطا میشه. یه لحظه توپ رو گرفت مهران امیری و اعلام خطا شد. حالا دو تا توپ در زمین هست. کوروش و ملکی رو کادرهای فنی خودشون و نکاتی که گفت و برگشت دوباره سمت نیمکت خودش با فراز کمالمندان رسوندن که کوروش چی میخواد. یک بار دیگه ضربه خطا و بازیکنان تیم صنعت نفت آبادان. پشت توپ فرشاد محمدی مهر، خود فرشاد توپ رو میفرسته داخل محوطه جریمه، با ضربه سر دور میکنن بازیکن تیم داماش گیلان. حالا ضد حمله میتونه برای داماش شکل از توپ چگونه استفاده خواهند کرد. اعلام خطا میشه. خطا روی رضا زاهد تبار و کارت زرد برای مهران امیری. مهران امیری از تیم صنعت نفت کارت زرد دریافت میکنه. یارو شماره 8 مهران امیری. داور صحبت میکنه حالا با بازیکن خاطی. این چهره بازیکنی که کارت زرد گرفته و توپ رو میزنن بازیکن تیم داماش گیلان. کنعان طاهر نژاد از سمت راست زمین خودشون به چپ میبرن توپ رو. فرصت برای سیمانپور. یه لحظه توپ رو پاش جفت و جور نشد. دوباره بازیکن تیم صنعت نفت به خوبی توپ رو دور میکنن. حالا این سمت دوباره بازیکن داماش که اعلام خطا میشه از سوی داور. اعلام خطا میشه. داور میگه جایی که خطا انجام شده باید توپ رو بزنن. کوروش ملکی میره و این توپ رو خواهد زد. خود کوروش دورخیز کرده میزنه این توپ رو. بازم بازیکن تیم داماش از سمت راست زمین بازیکنان تیم صنعت نفت. یه فرصت عالی برای صنعت نفت و این سمت بازیکن تیم داماش هستن که توپ رو میگیرن و دروازه‌بان یوسف بهزادی به راست میاره برای کنعان طاهر نژاد. کنعان بلند نهای میدان. ضربه سر رو بازیکنان تیم صنعت محمدی مهر میزنه. جناح بازی رو کلا عوض میکنن. به چپ میبرن. دوباره به میانه های بازیکن جلوش ایستاده. پاس خودش رو میفرسته برای دارو. دیگه باید پرتاب انجام. پرتاب رو محمدی مهر انجام خواهد داد. این پرتاب رو انجام بده. یک بار دیگه کوروش و ملکی توپ رو میاره به سمت چپ جایی که شنانی حضور داره. خود شنانی و داور صحبت میکنه با رخداد. خطا گرفت. اعلام نمیشه. سجاد قلی بیگی میفرسته توپ رو جایی که کوروش و ملکی میاد و جمع میکنه این توپ رو. لحظه مرتضی اشکانی رفت به دنبال توپ اما هرچه دوید نه که این کار رو انجام میدن بازیکن تیم صنعت نفت. این سمت بهزادی که توپ خود بهزادی بلند زمین تیم صنعت نفت. باز هم ضربه سر و ضربه اول از عرفان قهرمانی از تیم صنعت نفت. یه لحظه رامین آقالو صاحب توپ بود که
حالا روی گفتن علی نظر محمدی رو یه لحظه دارید میبینید در تصویر. بار دیگه از سمت راست حمله رو میخوان تدارک ببینم. محمد سجاد قلی بیگی چپ میبره، فرصت هست برای داماش. یه لحظه توپ رو پای اشکالی جفت جور نشد. باز هم بازیکن تیم صنعت نفت در 22مین دقیقه از این دیدار 0-0 مساوی است. رو به عقب به چپ میاره توپ رو. باز هم کریمزاده به محمدی مهر هم خط دفاعی کار میکنه با لطفی کوتاه کار میکنن در خط دفاعی خودشون کماکان. باز هم محمدی مهر صاحب توپ هست. مهران امیری بازم رو به عقب در خط دفاعی خودشون بیشتر کار میکنن. طالب ریکانی هست که توپ رو به راست برد. حالا از سمت راست بازیکن تیم صنعت نفت جنای بازی رو به خوبی عوض کردن، اما مدافعین تیم زور داشتن. اشکانی حالا به دنبال توپ هست، آفساید هم نبود و میتونه پیشروی کنه. اشکانی میفرسته توپش رو که نرسید به میاد یزدانی. باز هم بازیکن تیم صنعت نفت صاحب توپ، یه بازیکن روی زمین افتاده و توپ رو طالب ریکانی به بیرون خواهد زد یا که خیر. ببینیم بله توپ رو به بیرون میزنن تا به وضعیت بازیکن تیم صنعت نفت رسیدگی بشه. بازیکنی که روی زمین افتاده. حالا علی نظر محمدی میاد در کنار زمین و بازیکن خودش رو فرا میخونه، صحبت میکنه با میلاد روئین یا شماره 18 تیم و رضا زاهد سوار در کنارش بلند صحبت میکنه. بازیکن تیم خودش بلند میشن و بازی میتونن ادامه بدن. یه بازیکن داماش حالا درش هست علی خدایی. این سمت هم ببینید کماکان صحبت میکنه مربی تیم داماش. شهرام حمیدی هم اونجا حضور داره، مدیر تیم داماش. این هم هواداره خونگرم داماش در جایگاه تیفوسی ها که دارن به تشویق تیم محبوب خودشون داماش میپردازن. از ابتدای دیدار میان و تیم خودشون رو تشویق میکنن تا انتهای بازی. واقعا هوادارهای خونگرم فوتبال استان گیلان و شهر رشت کلا زبان زد هستن. در لیگ 1 این همه طرفدار اومدن و بازی رو تا آخر دیدن. خیلی از تیم ها آرزو دارن که اینجوری باشه براشون، اما عرض کردم خدمت شما در تیم هایی مثل داماش و صنعت نفت ما حضور این هوادارا رو داریم. هواداری که عرض کردم خدمت شما فعلا دارن از بی سر و سامانی فوتبال در استان گیلان رنج میبرن، مخصوصا تیم سپیدشت که همگان انتظار داشتن الان در مقابل استقلال زیدون بازی میکرد که تیم اصلا به اهواز نرفته. واقعا جای تاسف داره مدیرانمون که پشت میزهاشون نشستن و سفت این صندلی ها رو چسبیدن در فوتبال استان و به فکر تیم های شهرمون هم نیستن. نمیدونم چطور این تیم ها رو واگذار میکنن به مدیرایی که این گونه هستن و اصلا مدیریت بلد نیستن. به زرز قاطع میگم به شما، مدیریتی که بلد بودن قرارداد 2 میلیاردی در لیگ دسته دوم نمیبستن برای تیم ریشه‌داری مثل سپیدرود که این گونه بخواد تیمش از هم بپاشه. بازیکنی که 500-600 میلیون تومان در لیگ 2 گرفته و در حضور پیدا نمیکنه. هرچند الله همین مشکلات دارن، اما واقعا درست نیست که با احساسات هواداران فوتبال ما این گونه بازی بشه.
برای تیم صنعت نفت. از سمت چپ بازیکن تیم صنعت نفت آبادان، سانتی که انجام میشه و در محوطه جریمه توپ از دست بازیکن صنعت نفت جدا میشه. دوباره موقعیت دارن، این بار جناح بازی عوض میشه. رو به عقب محمدی مهر صاحب توپ به چپ میاره توپ رو. حسین شنانی، خود شنانی باز هم رو به عقب. در میانه راه بازیکن تیم صنعت دوباره توپ رو در اختیار میگیرن. بازیکن تیم صنعت نفت ثابت هستند. فرشاد محمدی مهر، خود فرشاد رو به عقب. مشتاق لطفی باز هم بازی رو به راست برد. عرفان قهرمانی از سمت راست توپ رو در اختیار داره. باز هم فرصت برای صنعت نفت، اشتباه از بازیکن تیم آبادان. داماشی‌ها دوباره صاحب موقعیت میشن. یک بار دیگه در میانه میدان جناح بازی حالا به راست آورده میشه برای داماش که رضا زاهدتبار به توپ رسید و روش ملکیه که توپ رو در اختیار گرفته. داماش گل بزن رشتیا بیقرارن. شعاری که هواداره خونگرم تیم داماش در زمین سر میدن. یک بار دیگه از سمت راست بازیکنان تیم صنعت نفت رو به عقب. دوباره توپا خط میشه به محمدی مهر. خود محمدی مهر از سمت چپ. علی نظر محمدی هم در کنارش رو میدوه. حالا بنده خدا جنب و جوشش در کنار زمین از بازیکنای تیم خودش هم بیشتر گاهن. فرصت هست برای شنانی. یه لحظه اومد و میاد یزدانی توپشو دور کرد ازش. حالا به چپ میانه سیمانپور. خود سیمانپور نمیتونه رد بشه از عرفان قهرمانی. توپش به بیرون زده میشه و پرتاب برای داماشه. در کنار زمین آرام و قرار نداره این سرمربی. درسته که داماش حال روز خوبی نداشت. این امتیاز از 25 بازی که انجام داده در رده 14 جدول باشه و با تغییر مدیریتی که در تیم انجام شد با یوسف نژاد و همراهاش که به تیم اومدن سر تحولات در تیم دیدیم، اما هنوز این نتایجی که تیم داماش میگیره با طبع هواداراش نیست. هواداری که دوست دارن تیمشون در رشت همه بازی ها رو ببره و بازی های بیرون خونه هم نتیجه بگیره، اما نتایج داماش خورده سینوسی بوده این چند هفته. برد داشتیم، باخت داشتیم، مساوی داشتیم. فقط اینو میتونم بگم که وضعیتش از دیگر لیگ یک استان یعنی شهرداری آستارا خیلی بهتره. من از لیگ کنار گذاشته شده. حالا چون آستارا یه خورده دور از رشت کسی دیگه به فکر اون تیم نیست. بازیکن تیم صنعت نفت توپو میفرستن، فرصت دارن کماکان، اما یوسف بهزادی که میاد توپ رو جمع میکنه. از آستارا هم خبر میرسه که سرمربی این تیم گفته بعد از بازی امروز استعفا خواهد داد. واقعا میگم در آستارا چه خبره. آستارایی که به دلیل مشکلات انضباطی کمیته اخلاق یک رده این تیم رو به رده پایینتر سقوط داده. اگه امسال در لیگ یک بمونن به لیگ دو خواهند رفت، اگر سقوط کنن به لیگ دو به لیگ سه خواهند رفت. واقعا عجیبه موقعیت تیم شهرداری آستارا. کوروش ملکی توپ رو در اختیار میگیره. یک بار دیگه از زمین خودشون بازیکن تیم صنعت نفت توپ رو به چپ میارن، جایی که شنانی هست، اما موفق‌تر متین کریمزاده که توپ رو گرفت. بازم محمدی مهر به عقب برای لطفی.
مشتاق لطفی به راست میبره توپ رو. کوروش ملکی. هواداران صنعت نفت میدونن خودشون که چه تیم خوبی رو دارن و چه تیم خوبی امسال بسته شده. فعلا تونستن با همین تیم تا رده سوم جدول بالا بیان با 43 امتیاز و پشت سر آریو حضور دارن. یک بار دیگه توپ تخطیر بازیکن تیم داماش هست. ببینید این توپ چگونه استفاده خواهد کرد سیمانپور که توپش برگشت پیدا میکنه. باز هم مرزا خراسانی توپ رو به بیرون میزنه. پرتاب برای داماشی ها. بازیکن تیم داماش باید بازی رو آغاز کنن. پرتاب انجام میشه. علی نظر محمدی میگه توپ رو به سجاد بسپارید که بودن. کورنر برای داماش گیلان و محمد سجاد قلیبگی میره تا ضربه کورنر رو بزنه. حالا کورنر رو میفرستن داخل محوطه جریمه. فرصت هست برای بازیکن تیم داماش. برخورد به مدافعین تیم نفت و کورنر از سمتی مخالف، این بار از سمت راست به چپ. میاد یزدانی میاد این بار این توپ رو بفرسته. خود میاد. این هم محوطه جریمه. میفرسته توپ رو. میاد ضربه سر بازیکن تیم صنعت نفت. حالا ضد حمله میتونه برای صنعت نفت شکل بگیره که اعلام خطا میشه. خطا برای ابوالفضل بابادی اعلام شد. میانه های میدان جایی که طالب ریکانی حضور داره اما توپ رو لو میدن. حالا بازیکن تیم داماش صاحب توپ. یه شوت از همونجا که توپ آرام آرام از کنار دروازه کوروش ملکی به بیرون میره. مرتضی اشکانی باید بدونه که کوروش ملکی دروازه‌بانی است که با این توپ‌های آروم گل بخوره و باید کمی محکم‌تر و قوی‌تر عمل کنه. حالا فرا میخونه علی نظر محمدی سید احمد موسوی رو که خودش رو آماده کنه. ببینید این فرصت رو. توپی که به بیرون زده شد. یک بار دیگه کوروش ملکی بازی رو آغاز میکنه. در میانه میدان میاد یزدانی برای تیم صنعت نفت آبادان. یک بار دیگه بازیکن تیم صنعت نفت توپ رو به راست میبرن. رو به لطفی به چپ. باز هم زرتپوشان تیم صنعت نفت صاحب توپ هستن. طالب ریکانی به راست برد توپ رو. حالا به دنبال توپ هست سنگرگیر. خود سنگرگیر موفق هست و توپ رو میگیره. سانتی که انجام میده در داخل محوطه جریمه. یه لحظه مدافعین تیم داماش تاثیر گذاشتن که برگشت پیدا کرد. حالا این سمت بازیکنان تیم صنعت نفت دوباره صاحب توپ هستن. یا شماره 10 شنانی هست که صاحب توپ هست. یکی دو بازیکن میخواد عبور کنه که موفق نیست و اعلام خطا میشه. خطا این بار برای تیم داماش گیلان. دورخیز بازیکن تیم داماش گیلان. این سمت یه لحظه بازیکن تیم صنعت نفت توپ رو گرفتن حسینی مهر و به دنبال توپ هست خود محمدی مهر. حالا فرصت برای بازیکن تیم صنعت نفت آبادان داخل محوطه جریمه. یه لحظه توپ رو گم کرد ابوالفضل بابادی وگرنه
میتونست گل اول اینجا شکل بگیره. دوباره بازیکن تیم صنعت نفت طالب ریکانی، خود ریکانی یا بازیکن از پیش رو برمی‌داره. فرصت خوبی دوباره ایجاد میشه برای تیم صنعت نفت. خطا نیست. برگشت توپ، حالا این وسط حمله ببینید از توپ چگونه استفاده خواهند کرد بازیکن تیم داماش گیلان. اشکانی به دنبال توپ است. خود اشکانی، یکی دو بازیکن جلوش هستن. اشکانی این سمت از این توپ ببینید چگونه استفاده میکنه از شوتی که زده میشه و به بیرون میرسه. محمد میری دوباره از اون شوتای خودشو زد. سید محمد میری یه گل رو در همین ورزشگاه مقابل مسی شهر بابک زده بود و حالا این توپش که به بیرون رفت. خیلی خوب بود موقعیتش. ببینید توپی که اینجا جا گذاشت و توپی که از کنار دروازه بیرون رفت. توپی که حالا فرستاده میشه داخل محوطه و باز هم ضربه سر بازیکن تیم صنعت نفت آبادان. به دنبال توپ هست. یه لحظه میلاد رویین و اعلام خطا میشه. خطای ابوالفضل بابادی. فرشاد محمدی مهر میخواد بره پشت توپ. حسین کوروش ملکی هم باش صحبت میکنه. این هم مالک باشگاه. این 40 دقیقه از این دو تیم دیدیم. یک بار دیگه فرصت برای بازیکن تیم صنعت نفت ایجاد میشه. حالا خطا نیست و بازی ادامه پیدا میکنه. از این سمت دوباره بازیکن تیم داماش گیلان میخواد ضد حمله رو شکل بدن. ببینید چی از این موقعیت استفاده خواهند کرد بازیکن تیم داماش گیلان. فرصت هست کماکان برای داماشی ها. با سجاد قلیبگی اومد و این شوت رو زد که توپ به بیرون رفت. علی نظر محمدی اینجا یه لحظه احساس خطا میکردن اما محمد سجاد قلیبگی اومد و این شوت رو زد که توپ به بیرون رفت. 0-0 مساوی. هواداره دوباره کوروش ملکی توپ رو میزنه. توپ به بیرون رفت. پرتاب برای صنعت نفت. علی نظری تیم پرتاب رو انجام میده. ضربه سر بازیکن تیم صنعت نفت. بازم برگشت توپ از راست به چپ میبرن. سیمانپور حضور داره. خود سیمانپور به دنبال توپ هست و خطا حالا اعلام میشه و یک کارت زرد داور میده به ابوالفضل بابادی از تیم صنعت نفت آبادان. ابوالفضل بابادی شماره 11 تیم صنعت نفت آبادان یک کارت رو میگیره. ضربه خطا رو خواهند زد بازیکن تیم صنعت نفت. ما اشتیم و حالا اصلاح میکنیم. یه لحظه من فکر کردم ابوالفضل بابادی گرفت اما قهرمانی بود که کارت زرد رو گرفت. عرفان قهرمانی. دوباره بازیکن تیم صنعت نفت از سمت چپ به راست و توپی که بیرون میره. پرتاب برای داماش گیلان. بازی در نیمه اول باید یکی دو وقت طلب شده داشته باشه. حالا داور میاد در کنار زمین وقت طلب شده رو نشون بده.
بال چهارم با اشاره داور وسط خواهد اومد. یه خورده فرصت برای بازیکن تیم صنعت نفت آبادان. ببینید توپ چگونه استفاده میکنن که توپ رو از دست میدن و باز هم بازیکن تیم حالا بازیکن تیم داماش در میانه را توپ یه لحظه به داورم برخورد کرد. برگشت توپ بیرون میره. 2 دقیقه وقت تلف شد. پرتاب رو انجام میده برای داماش و کوروش ملکی که میاد و توپ رو جمع میکنه. باز هم خود کوروش ملکی. کوروش بازی رو آغاز کرد. توپ رو میزنه. یک بار دیگه از سمت راست رضا زایتبار خطا نبود و به بازی ادامه میدن. داور این صحنه رو خطایی تشخیص نداد. یک بار دیگه حالا امیری برای لطفی. محمدی مهر، مجتبی لطفی به راست میبره برای قهرمانی. بازیکن‌های خوبی رو داره تیم صنعت نفت آبادان. در مقابل پایان چه نتیجه به دست خواهد اومد و کدام مربی موفق تر خواهد بود؟ علی نظر محمدی در داماش یا فراز کمالوند در صنعت نفت آبادان؟ کنعان طاهر نژاد این توپ رو نکادی رو بهش گوشزد میکنه. از یکی از اعضای کادر میخواد که بشینه. فراز کمالوند هم صحبت میکنه با داور. علی نظر محمدی رو ببین تا کجا اومده. حالا معترض هست که دارن بازی رو میخوابونن و میگه باید بازی ادامه پیدا کنه. کنعان طاهر نژاد توپ رو میفرسته بلند به زمین تیم صنعت نفت. ضربه سر بازیکن تیم صنعت نفت و سوت پایان این بازی در اینجا به صدا در میاد. با تساوی 0-0 دو تیم در پایان نیمه اول استراحت کوتاه خواهیم کرد. با آغاز نیمه دوم در خدمت شما بینندگان عزیز خواهیم بود.
بسم الله الرحمن الرحیم. یک بار دیگه عرض سلام و ادب و احترام دارم خدمت شما بینندگان عزیز، همراهان همیشگی شبکه باران. ممنونیم از همکارانم در واحد مرکزی خبر دادن تا ما بتونیم در خدمت شما باشیم با پخش زنده دیدار دو تیم داماش گیلان و صنعت آبادان از هفته 26م رقابت‌های لیگ دسته اول فوتبال باشگاه کشور جام آزادگان که این دیدار در نیمه اول با تساوی 0-0 دو تیم به اتمام رسید و حالا در خدمت شما هستیم در نیمه دوم و باید ببینیم که نتیجه تفکرات دو مربی در این دیدار چه خواهد شد. ترکیب دو تیم رو خدمت شما اعلام کنم که با همین ترکیب نیمه اول دو تیم دوباره وارد زمین شدن و تغییرات رو نداشتن در بین دو نیمه. در همین ابتدای کار هم یک ضربه خطا به دست اومده برای تیم صنعت نفت آبادان. جا داره که عرض سلام و ادب و احترام داشته باشم خدمت مردم فهیم آبادان که از شبکه استانی آبادان همراه ما هستند و همچنین همکاران خوبم که در استودیو بودن، آقای عربزاده و دیگر دوستانی که برنامه کارشناسی داشتن برای شما بینندگان عزیز در شبکه آبادان. ضربه خطا رو ببینید که چطور به دست اومد. این ضربه خطایی بود که رخ داد و حالا موقعیت خوب برای تیم صنعت نفت آبادان در همین ابتدای نیمه دوم به دست اومده. دو سه بازیکن تیم صنعت نفت اونجا حضور دارن و ببینیم که چه کسی این ضربه رو خواهد زد. حالا بازیکنان تیم داماش گیلان یه نفرم روی زمین افتاده، میاد یزدانی که اونجا روی زمین خوابیده تا توپ از زیر پاهای مدافعین رد نشه. حالا ببینیم چه کسی این ضربه رو خواهد زد برای تیم صنعت نفت آبادان. سه بازیکن اونجا حضور دارن، به نظرم فرشاد محمدی مهر این ضربه رو بزنه. حالا طالب ریکانی هم اونجا حضور داره، خود فرشاد دورخیز میکنه، طالب هم توپ رو بر میداره. مرتضی خراسانی هم میاد بهشون اضافه میشه، مهران امیری هم در کنارشون هست. مهران و با مرتضی حالا دور میشن. داخل محوطه جریمه رو ببینید چه خبره. دورخیز بازیکنان تیم صنعت نفت، ضربه‌ای که نواخته خواهد شد به سمت دروازه تیم داماش. پشت دروازه، دقیقاً پشت دروازه هم هوادار تیم داماش نشستن و منتظر هستیم تا این ضربه رو بزنن بازیکنان تیم صنعت نفت آبادان. طالب ریکانی خودش این توپ رو میزنه به بیرون میره. این توپ بازی رو بهزادی به بلافاصله آغاز میکنه. یوسف بهزادی توپ رو در کوروش ملکیه که توپ رو در اختیار داره. ضربه خطا برای تیم داماش. توپ رو میزنن بلافاصله بازیکن تیم داماش گیلان. 17 علی خدایی به چپ میاره، بازم کمی عقب‌تر رسید محمد میری میاد، روایی خوبی رو انجام داد و توپی که حالا به بیرون میره. نمیشه. یه بازیکن داماش روی زمین افتاده. علی نظر محمدی رو ببینید معترض هست. اعلام خطا نمیشه. داور حالا دست به جیب میشه، میخواد یه کارت زرد رو بده به میثم وطنخواه. میده کارت زرد رو مربی تیم داماش، میثمی که تازه به جمع داماشی ها دوباره پیوست و
دستیار علی نظر محمدی شد در تیم داماش گیلان. یک کارت زرد رو آیا دریافت میکنه. پرتاب برای بازیکن تیم صنعت نفت آبادان. ضربه سر علی خدایی میاد گیلانی. یه لحظه سنگرگیر به راست میبرن. میلاد رویین باز هم از همون سم یه فرصت برای بازیکن تیم داماش که طالب ریکانی میاد و توپ رو دور میکنه. تعویض حالا برای صنعت نفت قرار انجام بشه. میلاد کمندانی قرار بازی بیاد. یار شماره 11 21 به جای ابوالفضل بابادی یار شماره 11. یک بار دیگه بازیکن تیم داماش سیمانپور که موفق نیست و توپی که حالا به بیرون میره. آغاز خواهد کرد. تعویض انجام میشه برای تیم صنعت نفت. حالا باید تعویض داماش رو هم داشته باشیم. یک بار دیگه بازیکن تیم صنعت نفت آبادان. یه شوت از نفتی ها و توپی که از کنار دروازه عبور میکنه با شوت زیبای مرتضی خراسانی. توپ به کورنر میره و تعویض برای داماش 33 سید احمد موسوی. بازیکنی که نیمه اول علی نظر محمدی بلندش کرد برای گرم کردن به زمین بازی میاد به جای مرتضی اشکانی یارو شماره 67 از تیم داماش گیلان. میبینید تایتل رو که همکارانمون برای شما به نمایش میذارن. کورنر برای تیم صنعت نفت آبادان. فرشاد محمدی مهر توپ رو میفرسته داخل محوطه جریمه. برگشت توپ از مدافعین تیم داماش گیلان. دوباره کورنر. یه بار دیگه کورنر رو میفرستن و باز هم توپ بیرون میره و کورنر محمدی مهر میره تا این کورنر رو بزنه. بازیکنان ذخیره تیم صنعت نفت اونجا هستن دارن خودشون رو گرم میکنن. محمدی مهر میزنه توپ رو ضربه سر و توپ رو یوسف بهزادی جمع میکنه. بلافاصله بازیکن تیم داماش از سمت چپ زمین خودشون حمله رو تدارک میبینن. باید ببینیم که آیا میتونن راهی به دروازه صنعت نفت داشته باشن. بازیکن تیم صنعت نفت آبادان بلافاصله بازی رو آغاز کنه. حالا داماشا توپ رو به بیرون میزنن. محمد سجاد قلی بیگی این کار رو انجام میده. پرتاب دوباره میاد تا پرتاب رو انجام. آغازگر بازی خواهد بود یوسف بهزادی از تیم داماش. توپ رو این بار به راست میفرسته جایی که بازیکن تازه وارد سید احمد موسوی حضور داشت. پرتاب برای داماشی بود. هم میاد یزدانی اونجا بود و هم بزن. رشتی ها بیقرارن. یک بار دیگه بازیکن بازم محمد سجاد قلی بیگی. خود قلی بیگی یه بازیکن جلوش ایستاده که شکل میگیره برای بازیکن این تیم. توپ رو به چپ میبرن این بار از همون سیلان. یک بار دیگه
داماشی ها. خدایی به چپ میاره توپ رو. از همین سمت زاهد تبار جلوش یه بازیکن ایستاده، خود زاهد تبار روی زمین میفته و بازیکن تیم صنعت نفت صاحب توپ میشن. سنگرگیر، خود سنگرگیر جلوی توپ رو میگیرن بازیکن تیم داماش و کنعان طاهر نژاد که توپ رو برمیگردونه. بازیکن تیم داماش باید بازی رو آغاز کنن. سید محمد میری هست که با رامین آقالو بازی میکنه. یک بار دیگه زاهد تبار، حالا فرصت هست برای داوود میادی یزدانی، به راست میبره توپ رو، از همونجا میخواد شوت زنیشو انجام بده و توپی که چطور گل نزد سیمان پور. چقدر خوب اومدن و توپی که راهی به دروازه صنعت نفت نداشت. صحنه رو ببینید، توپی که فرستاده شد سیمان پور و چقدر قشنگ گرفت این توپ رو کوروش ملکی. حالا کورنر رو میزنن بازیکن تیم داماش گیلان، ضربه سر و کوروشی که میاد و توپ رو جمع میکنه. خود کوروش ملکی کوروش باید بلند شو بازی رو آغاز کنه. یک بار دیگه در میانه میدان بازیکن تیم داماش صاحب محمد سجاد قلیبیگی به میانه میدان دوباره به چپ میاره توپ رو. میاد یزدانی، حالا از این سمت خدایی توپشو گرفت تیم صنعت نفت. پرچم هواداری داماش رو هم دیدیم در ورزشگاه که همیشه پرچم داماش رو راشته نگه میدارن هواداره خونگرم تیم داماش. داور میره تا به وضعیت کوروش و ملکی رسیدگی کنه. کوروش روی زمین افتاده، از کادر پزشکی صنعت نفت میخواد که به زمین مسابقه بیان تا به وضعیت دروازه‌بان تیم صنعت نفت رسیدگی بشه. حملات خوبی رو داشتن بازیکنان تیم داماش گیلان در این دقایق. کماکان به وضعیت دروازه‌بان تیم صنعت نفت رسیدگی خواهد شد. کوروش ملکی ایستادن. علی نظر محمدی در کنار زمین صحبت میکنه با بازیکنای تیم خودش. بازیکنای تیم صنعت نفت هم با هم صحبت میکنن. این هم آقای یوسف نژاد هست، مالک باشگاه داماش گیلان، به همراه عرض کردم خودشون آقای حسینیان هست، مجری برنامه‌های ورزشی ما و برنامه‌های اجتماعی در شبکه سوم سیما که در ورزشگاه حضور دارن و بازی تیم داماش رو از نزدیک مشاهده میکنن. فرصت هست، محمد سجاد خود قلیبیگی هر کی میاد به توپ ضربی میزنه اما نمیتونه دروازه تیم صنعت نفت رو باز کنه. دوباره سید محمد میری این بار بازی رو به راست میبره.
حالا میخواد یه سانتری انجام بده سید احمد موسوی که موفق نیست. بازم تو جایی میاد که سید محمد میری حضور داره. حملات خوبی رو دارن بازیکن تیم داماش، اما فعلا نتیجه نداده و تا 65مین دقیقه از این دیدار دو تیم 0-0 مساوی هستن. میاد یزدانی دوباره یک توپ رو برمی‌داره و به زاهد تبار میسپاره. خود زاهد تبار نگاه به راست، شوت رو خودش میزنه. زاهد تبار رو میبینید. ضربه کورنر رو میاد یزدانی رفته تا بزنه. خود میاد داخل محوطه جریمه رو شما دارید میبینید. توپی که حالا میاد کوتاه میفرسته. هیچ یک از بازیکنان تیم داماش نمیتونن به توپ ضربی رو بزنن. کمی عقب‌تر دوباره میری. حالا فرصت هست. رضا زاهدتبار و موسوی که هیچ کدومشون به توپ نرسیدن. کوروش ملکی باید بازی رو آغاز کنه. خود ملکی بازیکناشو فرا میخونه به جلو. یک بار دیگه بازیکن تیم داماش، تیم صنعت نفت و آبادان هم بازیکن‌های خوبی رو داره و پرمحرم هست. فعلا در رشت در مقابل تیم داماش گیلان بازشون 0-0 مساوی هست. همکارمون در شبکه آبادان هم مسابقه رو گذاشتن. پیش‌بینی نتیجه این دیدار که میتونید شما بینندگان عزیز شبکه آبادان به شماره 30485 گزینه مورد نظرتون رو ارسال کنید. برد، باخت یا مساوی که به 3 نفر از برگزیدگان هم جوایز اهدا خواهد شد. توپ رو بازیکنان تیم داماش گیلان باید بزنن. هواداری تیم داماش از تیمشون گل میخوان، اما فعلا که نتونسته تیمشون نتیجه‌ای که دلخواه هواداراش هست رو رقم بزنن. یوسف بهزادی توپ رو بلند به بیرون میزنه. توپ رو پرتاب خواهند کرد بازیکن تیم صنعت نفت آبادان. یک بار دیگه پرتاب برای زردپوشان تیم صنعت نفت. این کار را انجام میدن در میانه میدان. باز هم صاحب توپ بازیکن تیم صنعت نفت. یه لحظه اومدن پشت محوطه جریمه. حالا فرصت برای صنعتی ها و توپی که برگشت میدن بازیکنان تیم داماش گیلان. زرد مستقیم برای فرشاد محمدی مهر، یار شماره 44 تیم صنعت نفت آبادان که در موقعیت خوبی هم برای داماش به دست اومده. حالا کارت زرد دیگر برای تیم صنعت نفت آبادان. موقعیت خوبی است برای تیم داماش. باید ببینیم که از این توپ چگونه استفاده خواهند کرد. ضربه رو دورخیز بازیکنان داماش
دو بازیکن حضور دارن اونجا. حالا همه میرن تا این توپ زده بشه. محمد میری توپی که فرستاده میشه داخل محوطه جریمه. این سم محمد سجاد قلیبگی هنوز موقعیت هست، روی زمین میفته و اعلام خطا و یک کارت زرد بازیکن داماش داده میشه. خود محمد سجاد قلیبگی رو گرفت و خطای دایو تشخیص داد و یک کارت زرد هم به خود قلیبگی نشون داد. این چهره سجاد قلیبگی کارت زرد دریافت میکنه. داور در سود خودش میدمه تا کوروش ملکی بازی رو آغاز کنه. خود کوروش ملکی بلند به زمین تیم داماش. حالا اعلام خطا میشه، باز هم خطا و باز هم برای صنعت نفت آبادان. مثل شهر بابک با شهرآراز شیراز 0-0 بازیشون تا دقیقه 90 داره دنبال میشه. نفت و گاز گشتاران 0-0 هست بازیش با پیکان. نیروی زمینی یه گل رو زده به شهرداری آستارا طبق معمول. شهرداری نوشهر 0-0 هست مقابل سایپا. این که گفتم طبق معمول یعنی آستارا باز هم داره میبازه و باز هم عقب هست. تا حالا تو گذاشتم نداشتم آستارا پیش هست، به ندرت پیش اومده امسال که بگیم آستارا با یه گل پیش هست. یک بار دیگه بازیکن تیم صنعت نفت آبادان داخل محوطه. ببینید از توپ چگونه استفاده خواهند کرد بازیکن تیم صنعت نفت و مدافعین تیم داماش که به خوبی این توپ رو برگشت میدن. محمد سجاد قلیبگی به صد کرمانشاه هم یه گل از پالایش نفت بندرعباس دریافت کرده تا دقیقه 64 اون دیدار. نفت مسعود سلیمان با مثل کرمان هم بازیشون 0-0 مساوی است. فاجعه سباسی هم مثل سنگون هم 0-0 بازیشون داره دنبال میشه. پارس جنوبی جمع و آریا اسلام شهر بازیشون 2-2 هست. تعویض برای تیم داماش باید انجام بشه. اسماعیل فطرتی رو میبینم که در کنار زمین حضور داره. فطرتی به بازی خواهد اومد. فرصت برای بازیکن تیم صنعت نفت. ببینید توپ چگونه استفاده میکنه که توپ به بیرون میره و کورنر. این هم موقعیت خوبی بود برای تیم داماش. 35 نیاد یزدانی رو بیرون میاره و اسماعیل فطرتی وارد بازی خواهد شد. هوادار تیم داماش در ورزشگاه آتشبازی زیبایی رو راه انداختن و به پیشواز چهارشنبه آخر سال رفتن و هنوز تیمشون گلی رو نزده که این گونه فضا رو زیبا کردن برای این بازی. نورافشین در ورزشگاه انجام میشه. حالا ضربه کرنر رو میزنن بازیکن تیم صنعت نفت. برگشت توپ از بازیکن تیم داماش گیلان. فرصت هست این بار برای داماشی ها. ببینید از این توپ چگونه استفاده خواهند کرد. محمد سجاد قلیبگی توپ زیر پاش گم میشه و طالب ریکانی هست که توپ رو داره. حالا اعلام خطا میشه، خطا برای صنعت نفت آبادان. یه تعویض برای تیم صنعت نفت باید انجام بشه. خشایار زبرجد وارد بازی خواهد شد که فریاد کنه. علی نظر محمدی به ناظر داوری میگه که چه خطایی گرفته، موقعیت گل ما را از ما گرفته. واقعا همینطور بود. حالا طالب ریکانی که خطا رو شده بیرون میاد و زبرجد وارد بازی میشه. علی نظر محمدی دیگه چی کار باید میکرد و چطور باید اعتراض کنه؟ تنهاست علی نظر محمدی در مقابل این همه به هر حال داوری هایی که انجام میگیره و معلوم نیست. به هر حال تو نکات آهسته و کارشناسان داوری باید نظر بدن و بگن چه اتفاقاتی رخ داده. متاسفانه کمی هم اینجا شلوغ میشه و همه دارن اعتراض میکنن به این صحنه‌ای که به وجود اومده.
توپ بیرون میره و پرتاب برای صنعت نفت آبادان. نظر محمدی کماکان در کنار زمین صحبت میکنه با مربیان تیم خودش. بالا باید ببینیم که دیگه چه کار خواهد کرد علی نظر محمدی. یک بار دیگه حالا توپ در اختیار بازیکن تیم داماش هست. نیمه دوم داماش کمی بهتر بوده و فقط نتونست نتیجه خوب رو بگیره تا اینجای کار که 76 دقیقه از این دیدار رو داریم پشت سر میذاریم. خشایار زبرجد بازیکن خوبی است خشایار و بارها تونسته خودش رو ثابت کنه. از تیم شمس آذر قزوین رفت به آبادان و به تیم صنعت نفت پیوست. تعویض برای تیم داماش هم باید حالا انجام بگیره. سید محمد میری روی زمین میفته، خطا روش انجام میشه. محمد رستمی رو علی نظر محمدی میخواد به زمین مسابقه بیاره، باش نکاتی رو صحبت میکنه. 28 سید محمد میری باید بیرون بیاد. سید محمد میری رو بیرون میاره و قرار محمد رستمی وارد بازی بشه. بازوبند کاپیتانی رو هم میری در میاره و میاد تا به دستان محمد رستمی ببنده. تعویضی که انجام شد و کاپیتان رستمی به بازی اومد. حالا باید ببینیم که پلن بی علی نظر محمدی چه خواهد بود. یک بار دیگه توپ رو میزنن. بازم بازیکن تیم داماش در میانه راه توپ به بیرون میره. شما بینندگان عزیز در شبکه باران چند شبی همراه ما بودید با پخش زنده مسابقات فوتسال جام رمضان. این رو هم باید خدمت شما عرض کنم که امشب مراسم قرعه کشی مرحله دوم مسابقات جام رمضان برگزار میشه و ما از 6 فروردین ماه انشاءالله در خدمت شما خواهیم بود با پخش زنده مسابقات فوتسال جام رمضان در شهرستان رشت. اعلام آفساید شده فرار بازیکن تیم صنعت نفت آبادان. بازم توپ رو به راست میارن، اعلام خطا میشه، یه کارت زرد. حالا شما آبادان حسین شنانی میگیره. علی نظر محمدی در کنار زمین صحبت میکنه با هواداره تیم، با مربیان تیم خودش. بازم نظر محمدی صحبت میکنه با بازیکنهای خودش. منتظریم تا این ضربه ایستگاهی را بزنن. ضربه ایستگاهی به دست اومده برای تیم داماش گیلان. توپی که فرستاده میشه داخل محوطه جریمه، با ضربه سر میگردن توپ رو. دوباره بازیکنان داماش رو به عقب. یوسف بهزادی، خود بهزادی بلند به زمین تیم صنعت نفت آبادان. کوروش ملکی به دنبال توپ هست و توپ رو در اختیار میگیره. این هم عوامل محترم نیروی انتظامی حاضر در ورزشگاه که به نظم و امنیت این ورزشگاه کمک کردن تا مسابقه رو در کمال آرامش داشته باشیم در ورزشگاه شهید عضودی شهر رشت.
یک بار دیگه خشایار زبرجد، خود خشایار رو به عقب، اعلام خطا میشه. البته داور اعلام آفساید کرده. اعلام آفساید شد، داور دست خودش نمید. کمک اول های جنگی بابک خسروی است که پرچمش بالا رفته بود. از خط دفاعی آقالو توپ رو میفرسته، به زاهد تبار نرسید. دوباره بازیکن تیم داماش در میانه از توپ رو گرفتن و توپ رو دوباره از دست دادن. بازی گره خورده برای هر دو تیم. فرشاد محمدی مهر از سمت چپ میخواد حمله رو تدارک ببینم. بازیکن تیم صنعت نفت یه لحظه کنعان طاهرنژادی که توپ رو برمیگردونه. دوباره از سمت راست زمین خودشون صاحب توپ هستن بازیکن تیم داماش گیلان و توپی که باز هم از دست میدن. در کنار زمین فریادهای سرمربی تیمشون رو دارن، فراز کمالوند، و این سمت هم علی نظر محمدی. توپ رو پرتاب میکنن. باز هم بازیکن تیم صنعت نفت صاحب توپ، زبرجد. خشایار کماکان توپ رو در اختیار داره، حالا میفرسته. برگشت توپ از رامین آقالو. پرتاب برای صنعت نفت. سنگرگیر اجازه میده تا قهرمانی پرتاب را انجام بده. این ناصر جنگی است که تصویرش رو دیدید، داور لیگ برتری فوتبال کشورمون، به همراه ناظر این داره آقای حسن نوشهور که ایشون هم از ناظران لیگ برتریمون هستن. به دلیل حساسیت این بازی از حضور این عزیزان استفاده شده در ورزشگاه. یک بار دیگه بازیکن تیم صنعت نفت، خشایار زبرجد، سنگرگیر، باز هم در میانه میدان بازیکن تیم داماش. حالا فرصت برای داماشی ها، توپ رو به راست میبرن. ببینید از این توپ چگونه استفاده خواهند کرد. موقعی که ایجاد شده اینقدر تعلل میکنن تا همه بازیکنان تیم صنعت نفت و جایگیری خودشون رو انجام بدن. رو به عقب، دوباره علی خدایی. سیمانپور میده به زاهد تبار. علی نظر محمدی نمیخواد اینجور بازی رو. سیمانپور به بیرون میزنه توپ رو. علی نظر محمدی میگه من از شما حمله رو به جلو میخوام. کوروش ملکی باید بازی رو آغاز کنه. یه لحظه نیمکت رو داشته باشیم که نظر محمدی رو ببینید. آرام و قرار نداره در کنار زمین نظر محمدی. قبل بازی هم که باهاش صحبت میکردیم میگه فقط به امتیاز این دیدار سخت فکر میکنه. دیدار سخت از این لحاظ که عرض کردم خدمت شما هم تیم صنعت نفت آبادان تیم خوبی است، هم تیم داماش گیلان. هر دو تیم هم جایگاهشون در لیگ برتر بود یه زمانی و حالا صنعت نفت خودشون کرده برای صعود به رقابت لیگ برتر با توجه به حساسیتی در صدر جدول هست. و تیم داماش هم که عرض کردم با توجه به اتفاقاتی که رخ داده هنوز در رده 14 جدول لیگ دست اول فوتبال کشورمون حضور داره. رستمی باز هم توپ را در اختیار فطرتی. دوباره رستمی رو به عقب. از همون سم بازی رو ادامه میدن. یه زیری توپ میزنه کنعان طاهرنژاد و توپ به بیرون میره. صنعت نفت 43 امتیاز است و رده سوم جدول رو در اختیار داره.
اگه آریا و فش امروز امتیاز نگیرن براش خیلی خوبه. پرتاب برای داماش. فعلا که آریا و پارس جنوبی بازیشون 2-2 مساوی است. مثل شهرباغ در دقایق پایانی یه گل رو به شهرباغ زد. دقیقه 97 بود که محمد حسین جمالی برای مثل شهرباغ گل زد. چهره کمالوند را هم دید در مربی تیم صنعت نفت آبادان. یک بار دیگه تو به بیرون میره. فجر سپاسی با مثل 0-0 مساوی است. پرتاب برای صنعت نفت. فرشاد محمدی مهر به تو پرتاب را انجام بده. اساس از این دقایق 4 دقیقه به پایان این دیدار در نیمه دوم زمان داریم به جز وقتهای اضافه. دورخیز محمدی مهر، پرتابی که انجام میشه. نیروی زمینی گل دوم رو به شهرداری آستارا حالا میزنه و شهرداری آستارا 2-0 عقب میفته از تیم نیروی زمینی. این امتیاز نه برای شهرداری آستارا خوبه نه برای خود داماش گیلان. در حال نیروی زمینی در انتهای جدول حضور داره با 22 امتیاز، در رده 16 هم هست. اگه ببره میاد بالا سر داماش قرار میگیره. داماش هم با این تساوی 25 امتیاز است و احتمالا یه بازی کمتر با یه گل زده کمتر میتونه پایین نیروی زمینی قرار بگیره. حالا ببینیم که تا پایان این نتایج حفظ خواهد شد یا که خیر. 88مین دقیقه از این دیدار 0-0 مساوی. کنار طاهر نژاد میاد تا این پرتاب را انجام بده. داخل محوطه جریمه رو ببینید حضور دارن هوادارهای تیم بازیکن تیم داماش در کنار مدافعین تیم صنعت. داور هم میره صحبت میکنه تا اتفاقی رخ نده. نفس ها در سینه حبس شده. این ضربات آخر میتونه برای هر دو تیم مفید باشه. کنان طاهر نژاد میاد تا این پرتاب را انجام بده. این کار را انجام میده داخل محوطه جریمه. فرصت هست برای داماش گیلان و توپی که نتونست به گل تبدیل کنه محمد رستمی. چه موقعیت خوبی بود برای داماش و چه توپی که از دست دادن. پرتاب برای داماش بلافاصله این کار را انجام میدن. رستمی خودش هم داشت حسرت میخورد که چرا این توپ رو به گل تبدیل نکرد. دوباره خدایی خشایار به دنبالش هست. توپ دست سنگرگیر هم برخورد میکنه و اعلام خطای هند میشه. صحنه قبلی رو با هم ببینیم. توپی که اینجا فرستاده شد و این محمد رستمی بود که توپش برگشت داده شد. توپ خوبی که راهی به دروازه کوروش ملکی نداشت. عرض کردم نیمه دوم خیلی خوب کار کردن بازیکن تیم داماش، فقط نتونستن گلی رو به ثمر برسونن. کماکان هم هواداری تیم داماش دارن تشویق میکنن تیمشون رو. خدایی میپره از روی توپ تا سجاد قلیبگی توپ رو بفرسته. کجا فرستاد دیگه؟ تا نقطه کرنر رفتن به دنبال این توپ و توپی که حالا به بیرون میرو از کنار دروازه کوروش ملکی. باید بازی آغاز بشه.
توپ رستمی به بازیکن داماش برخورد کرد. زاهد تبار بود که بهش برخورد کرد و برگشت. این هم 4 دقیقه وقت تلف شده برای نیمه دوم که از سوی داور چهارم این دیدار سیاوش خالقی اعلام میشه. بهزت و پالایش نفتن بازیشون 1-1 مساوی شد. شرده نوشهر یه گل به سایپا زده. مابقی بازی هم همونی بود که خدمت شما عرض کردم. کنعان طاهر نژاد توپ رو میفرسته از سمت راست زمین خودشون. توپ بیرون میره. پرتاب دوباره برای داماش گیلان خود کنعان که میاد این ضربه رو بفرسته. رو به عقب، این بار به سمت چپ که به زاهد تبار نرسید و خود کوروش ملکی که توپ رو در اختیار گرفته. دوباره بازیکن تیم داماش آقالو یه لحظه رو توپ تأثیر گذاشت. بازم زاهد تبار توپشو زدن. حالا از سمت چپ سجاد قلیبیگی به راست میفرسته توپ رو. اعلام خطا میشه. خطای بازیکن داماش گرفته شد. بازیکن تیم صنعت نفت بازی رو آغاز میکنن. باز هم اعلام خطا نمیشه و بازیکن داماش ادامه بدن. زاهد تبار یه لحظه رو توپ تاثیر گذاشت. زاهد تبار، سیمانپور هم اومد که مداخله کنه. اینور محمد سجاد قلیبیگی، خود قلیبیگی زبرجد میاد داره توپ رو میگیره. اعلام خطا میشه. خطا باز هم برای تیم صنعت نفت آبادان. دقایق پایانی این بازی رو داریم دنبال میکنیم. بعد از این همکاران اون در مرکز آبادان برنامه کارشناسی خواهند داشت و ما از شبکه باران از شما بینندگان عزیز خداحافظی خواهیم کرد بعد از پایان این دیدار. یک بار دیگه بازیکن تیم داماش گیلان ضربه سر و توپی که در اختیار میره یوسف بهزادی. خود بهزادی بلند به زمین تیم صنعت نفت. محمد سجاد قلیبیگی، رضا زاهد تبار برای سیمانپور دوباره برای زاهد تبار که نرسید رضا به توپ و توپ با برخورد به پای خودش به بیرون رفت. پرتاب برای تیم صنعت نفت آبادان. انگار فراز کمالوند از یک امتیاز این دیدار راضی هست. یک امتیازی که در مقابل تیم داماش گیلان تا اینجای کار به دست آورده. خشایار زبرجد، رامین آقالو، بازم سیمانپور نتونست نفوذ کنه و پایان این دیدار با تساوی 0-0 دو تیم. امیدوارم که از دیدن این مسابقه لذت برده باشید. من از حضور شما به همراه همه همکاران مستقر در ورزشگاه شهید عضدی رشت خداحافظی میکنم. خدا یار و نگهدار شما.